بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم عزیزان، مانده نباشین. خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ خیرت است؟ جور و تیار هستین؟ خب بسیار خوشحال هستم که همتون خوب هستین و خوشحال هستم که باز یک جلسه دیگه در خدمت شما هستم. طبق معمول درس شروع میکنیم. ادامه تاریخ اسلام است. ادامه داره. ادامه درس فتح مکه مکرمه، فصل 4، جلسه 39، چگونگی به وقوع پیوستن غزوه تبوک و همینطور حجت الوداع و رحلت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معلومات ارائه میکنیم. غزوه تبوک ببینین، در سال 9 هجری حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطلع شدند که سپاه عظیم و بزرگ چند صد هزار نفری رومی ها آماده شده و برای جنگیدن با مسلمان ها خب اینا حرکت کردند. وقتی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این موضوع مطلع شد، حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک سپاه 30,000 نفری را جمع آوری نمود و آمادگی گرفت برای نبرد در مقابل رومی ها. این سپاه بزرگ 30,000 نفری مسلمان ها را شخص وجود مبارک حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قماندانی میکردن. قیادتش با شخص وجود مبارک پیامبر خدا بود. حرکت کردند برای دفاع و تا رسیدن به منطقه به اسم تبوک. وقتی به منطقه تبوک رسیدن، در اینجا در واقع 2 تا لشکر رو در روی هم قرار گرفت. یعنی زمانی که سپاه اسلام به قیادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در منطقه تبوک رسیدن، سپاه عظیم چند صد هزار نفری رومی ها هم اونجا بودن. وقتی رومی ها، کفار روم، سپاه اسلام را دید و به دلشان هراس افتاد، وارخطا شدن، ترسیدن. همونطوره که در اولین غزوه اگر یادتان باشه گفتم که دشمن در واقع در غزوه خندق بود، گفتم که دشمن به هراس افتاد، وارخطا شد و ترسید. اینجا هم رومی ها وقتی که سپاه اسلام را دیدن ترسیدن، وارخطا شدن، با اینکه تعدادشان چند برابر تعداد سپاه اسلام بود، ولی با اون هم ترسیدن و این ترس باعث شد که سپاه روم پراگنده شود، از هم بپاشه و پراگندگی بینشان به وجود بیاید. بعد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با سپاهی 30,000 نفری که در اختیار داشت در اونجا مدت 20 روز ماندن، 20 روز اقامت گزیدن. 20 روز اونجا معطل شدن، ولی رومی ها حاضر به جنگ نشدن. رومی ها حاضر نشدن به جنگن، با اینکه تعدادشان بسیار زیاد بودن. چنان ترس و چنان واهمه در دلشان افتاده بود به قدرت خدا که دیگه هیچ کدام حاضر به جنگ نشدن، بلکه برعکس روز به روز ترسشان بیشتر میشد. بعد از 20 روز این گونه شد که سپاه اسلام به قیادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدون جنگ پیروزمندانه به مدینه برگرده. چطور پیروزمندانه؟ بخاطر اینه که میگم پیروزمندانه به این خاطر که در واقع این سپاه اسلام و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نبود که آمادگی جنگ گرفته بود، بلکه اول رومی ها بود که یک سپاه عظیم چند صد هزار نفری را آماده کرده بودند و میخواستن که سر مسلمین حمله بکنن. و اینجا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با این سپاه 30,000 نفری رفته بود برای دفاع. وقت اونها حاضر به جنگ نشدن، بعد از 20 روز خودش به نفع مسلمان ها تمام شد و بدون جنگ پیروزمندانه به مدینه منوره برگشتن. خب به عکس ببینین، عکس بسیار جالب است، مناطق مختلف را نشان داده در رابطه با غزوه تبوک، درسی که خواندیم. ببینین منطقه تبوک، مدینه منوره، یعنی حضرت پیامبر حرکت کرد تا منطقه تبوک رسید. اینجا با سپاه چند صد هزار نفری رومی ها روبرو شد، ولی سپاه عظیم و چند صد هزار نفری رومی ها
همین که چشمشان به سپاه اسلام افتاد همه ایشان ترسیدن، وارخطا شدن و پراگنده شدن و حاضر به جنگ نشدن. حضرت رسول اینجا 20 روز ماندن با سپاهشان و بعد پیروزمندانه پس برگشتن به مدینه. این حج را به خاطر که آخرین حج حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، به این خاطری را حجت الوداع میگن. روز دوشنبه 25 ذوالقعده در واقع بعد از نماز ظهر سال 10 هجری بود که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همراه بیش از 100,000 نفر از مسلمان ها جهت ادای مراسم حج به طرف مکه حرکت کردند. وقت حرکت کردن آمدن شب اول در منطقه ذوالحلیفه رسیدن، اونجا شب ماندن. وقت شب گذشت، روز بعدش احرام بستن. بعد 8 روز وقتی از اینجا حرکت کردن، بعد 8 روز به مکه مکرمه رسیدن. بعد طواف خانه خدا جل جلاله را انجام دادن و بعد مراسم صفا و مروه را انجام دادن. بعد از اینها حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بلندی مکه در نزدیک منطقه به اسم حجون اینجا اقامت گزیدن. روز 8 ذوالحجه به سوی منا حرکت کردند. شب را در منا ماندن و روز 9 ذوالحجه بعد از اینکه آفتاب طلوع کرد رهسپار وادی عرفات شدند. در عرفات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سخن گفتند، سخنان بسیار مهم ایراد کردند و یک بیانیه بسیار پرمحتوا و همه جانبه را بازگو کردند که در واقع او را مورخین معقولترین قانون اساسی اسلامی و جهانی دانستند. یعنی اقدر سخنان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همه جانبه و پرمحتوا، با اینکه خلاصه بود اینقدر همه جانبه و پرمحتوا بود که مورخین و علما او را معقول ترین قانون اساسی اسلامی و جهانی میدانند. خب چی گفتن ببینین؟ بعضی از نکات مهم سخنان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودن حرف شنوی و اطاعت کنید. شاید حرف شنوی و اطاعت کنین، خوب دقت کنین، به گپای ما گفت گوش کنین. شاید سال بعد معیتتان را نداشته باشم، یعنی شاید سال بعد من در میان شما نباشم. خوردن مال و ریختاندن خون یکدیگرتان حرام است. اجازه ندارین که مال هم دیگر را بخورین و اجازه ندارین که بینتان جنگ و خونریزی راه برتین. این دوتا کاملا حرام است. بعد فرمودن تمام امور مربوط به عصر جاهلیت ممنوع است. یعنی اون چیزایی که قبل از اسلام در دوره جاهلیت انجام میدادن اونا رو دیگه اجازه ندارین انجام بتین. اگر یادتون باشه گفتیم خب اینا ادیان مختلف را، خدایان مختلف را پرستش میکردن. بعد رسمای بسیار بد داشتن، از جمله گفتیم که دختران را زنده به گور میکردن، زنان را مثل اشیا معامله میکردن. گفتن تمام امور مربوط به عصر جاهلیت دیگه ممنوع است، اجازه ندارین انجام بدین. در مورد زنان از خدا بترسین. زنان را بر شما حق است که اون حق را حتما رعایت کنین و شما را هم بر زنان حق است، یعنی مردان را هم بر زنان حق است که دو طرف با این حقوق را رعایت بکنه کاملا. اگر با آن چی برایتان گذاشتم، یعنی قرآن، کتاب الهی و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اگر به این دوتا چنگ بزنین هیچ وقت گمراه نمیشوین. فقط خدای یگانه را پرستش کنین، نماز 5 وقت را ادا بکنین، روزه بگیرین.
زکات مالتان به خوشی پرداخت کنین، با روحیه خوش، نه که به جبر باشه، نه که به زور باشه و از این موضوع ناراحت نباشین. حج بیت الله را ادا کنین و از اولي الامر اطاعت کنین تا به جنت بروین. خب اینا بخش از نکات مهم بیانیه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که گفتیم بسیار مهم بود که حتی دانشمندان در این قسمت گفتیم دانشمندان چی گفتن؟ گفتن که در واقع مثابه معقول ترین قانون اساسی اسلامی و جهانی میتونه تلقی شود. خب ادامه درس، ادامه سخنان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد من از شما پرسیده خواهد شد. چی جواب میدهید؟ سوال کردن از مردم. همه اصحاب گفتن شهادت میدهیم احکام خدا را رسانیدید، خیر ما را خواستید و حق را ادا کردید. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدای پاک شاهد باش، گواه باش بر اینکه اصحاب چی گفتن. بعد در روز دهم در منا باز خطبه ایراد کردن. ببینین بعد اونجا باز فرمودن که آیا احکام خدا را به شما رساندم؟ اصحاب گفتن بله، همه متفق القول گفتن بله. باز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن خدای پاک شاهد باش و به حاضران فرمود که به غایبان این نکات را، این سخنان را برسانن. بعد در روز 13 ذوالحجه از منا به طواف بیت الله الحرام حرکت کردند و در واقع ودا کردند و به طرف مدینه بازگشت نمودند. به می خاطری را گفتیم حجة الوداع نامیدند، چون آخرین حج حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و در واقع وداع با مکه و کعبه بود. بعد از این که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه بازگشت نمودن، خب کم کم مریض شدن، سر مبارکشان به درد آمد، سردرد شدن، مریض شدن و در همون حال، یعنی در حال مریضی به مسجد آمدن. باز اونجا به ایراد سخن پرداختن. فرمودن، ببینین سخنان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام مریضی، زمان که از حجة الوداع برگشتن در مدینه در مسجد، گوشه ای از بیانات مهم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن دعا بر شهدای، اول دعا بر شهدای احد نمودن، دعا نمودن و درود فرستادن بر شهدای احد. بعد فرمودن که احترام به انصار را فراموش نکنید، کمک هایی که انصار به شما کرده فراموش نکنید، خوبی ها و نیکی هایی که انصار، فداکاری هایی که انصار کرده فراموش نکنید و انصار را محترم داشته باشین، احترام بکنین. بعد فرمودن خداوند یکی از بندگانش را مختار قرار داده در انتخاب دنیا و آخرت، که میتونه دنیا را انتخاب بکنه یا آخرت را انتخاب بکنه. اما اون بنده خدا که خداوند مختار قرار دادش برای انتخاب دنیا و آخرت، اون بنده خدا آخرت را انتخاب کرده. وقت سخنانش به اینجا رسید، ابوبکر صدیق رضی الله عنه به گریه کردن شد، گریست. بعد صدا زد یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پدر و مادرم به قربانتان، پدر و مادرم به فدایتان. همه تعجب کردند که چرا ابوبکر صدیق رضی الله عنه به گریه کردن شد و چرا این گونه میگن در این زمانی که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارن سخن ایراد میکنن. بعد از این که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد چند روزه که رحلت کردن، او زمان اصحاب متوجه شدن که بله، دقت و فهم ابوبکر صدیق رضی الله عنه چقدر زیاد بوده که از سخنان حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم متوجه شده باشه
که اون بنده خدا را که خداوند تبارک و تعالی، خداوند جل جلاله مختار قرار داده در بین انتخاب دنیا و آخرت، و اون بنده خدا که آخرت را انتخاب کرده شخص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بوده. خب بعد از رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم این موضوع هم روشن شد. بعد وقتی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه گریه کرد و فریاد زد که پدر و مادرم به قربانت، حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابوبکر را به سکوت دعوت کرد، فرمود ساکت باش. بعد شخص حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سخنانشان را ادامه دادند. فرمودند تمام دروازه ها غیر از دروازه ابوبکر را ببندین. در رابطه با حق رفاقت و صحبت نمیدانم کی بیشتر است از شما بر من. منظورش ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود. اگر میخواستم خلیل انتخاب بکنم یا میتوانستم خلیل انتخاب بکنم، ابوبکر را انتخاب میکردم. بعد ادامه دادن و فرمودن لعنت خدا به یهود و نصارا. چرا؟ گفت لعنت خدا به یهود و نصارا که قبرهای پیامبرانشان را عبادت خانه قرار دادن. بعد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که بعد از من قبر من را بتخانه قرار ندهید. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در ادامه سخنانشان فرمودن اگر کسی را ما لطوکوب کردیم، مورد آزار اذیت ناخواسته قرار دادیم یا ناسزا بهش گفتیم، هر کی است میتونه بلند شوه و خودش هم معرفی بکنه و در واقع عدالت الهی را انجام بدیم. و همینطور اگر کسی قرض دارد و از در واقع قرضدارش هستم میتونه رسما مطالبه بکنه. بعد یک نفر بلند شد و فرمود که من 3 درهم از شما مطالبه دارم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به فضل ابن عباس دستور دادن که 3 درهم ایشان را بپردازن. حتی در روایات داریم که میگه یکی از اصحاب یا یکی از حاضرین بلند شد گفت یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شما مرا یک شلاق یا یک دره یا یک چوب آهسته زدین در حالی که من گناهی نداشتم. حتی حضرت فرمود که شما میتونین بین پس همون یکی را بزنین و قصاص بکنین. خب 4 روز قبل از رحلت، 4 روز قبل از اینکه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رحلت بکنه، مریضی ایشان شدت گرفت، زیاد شد. بعد به حاضرانی که در مسجد بودن فرمود یهود و نصارا و مشرکان را در زمان مناسب از جزیره عرب بیرون بکنین. اصلا جزیره عرب جای یهود و نصارا و مشرک نیست. در فرصت مناسب یهود و نصارا و مشرکان را از جزیره العرب بیرونشان بکنین. تا شام روز پنجشنبه، تا نماز شام، شخص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امامت خودشان مسلمین را نماز دادن و نمازها را ادا فرمودن. اما بعد از ادای نماز شام در روز پنجشنبه نماز بعدی را، نماز خفتن را، مسلمین به امامت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ادا کردند. و بعد از او دیگر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اثر شدت بیماری و مریضی نتونست که مسلمین را امامت نمازش به عهده بگیره و شخص خودش نماز را با مسلمین به امامت خودش ادا بکنه. و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعد از این که نماز خفتن را در پنجشنبه ادا کرد با مسلمان ها، دیگه مسلمین تا 17 نماز دیگره به امامت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در مسجد نمازایشان ادا کردن. بعد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از اینکه رحلت بکنن غلامایی که داشتن همه را آزاد کردن. یعنی
در دنیا تمام چیز را ببینین خود را راحت کرد. حتی اعلان کرد، قبلا گفتیم که اگر به کسی لطوکوب کرده باشم، اگر کسی قرض مطالبه داره از ما، هر حقی که از ما میخواه بیایی که برش بتون پرداخت بکنم، یا اگر لطوکوب صورت گرفته باشه بیایی که قصاص بکنیم. بعد غلامایش هم آزاد کرد. قبل از رحلت دارایی نقدیشه که میگن مورخین و سیرت نویسان گفتن همهش 7 دینار بود. ببینین پیامبر با او بزرگی، امپراتور با او بزرگی اسلام، سپاه با او عظمت، آخرین فرستاده خدا، همهش 7 دینار تمام سرمایه نقدیش بوده که 7 دینار را هم کاملا خودشان صدقه دادن. و حتی سلاح جنگی را که داشتن چیز دیگه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مال دنیا نداشتن. سلاح جنگیشان هم حتی به مسلمانان بخشیدن. خب و بالاخره خودشان در هنگام چاشت روز دوشنبه 12 ربیع الاول در سال 11 هجری در سن 63 سالگی رحلت نمودند و به سوی معبود حقیقیش بازگشتند. به عکس ببینین، بسیار عکس جالب را گذاشتن. ببینین مکه مکرمه، بعد ببینین مدینه منوره، ببینین خیبر، تقریبا ببینین تمام اتفاقاتی که در زمان زندگی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به وقوع پیوسته بوده تقریبا در این نقشه یا در این عکس هست. راهنماییش هم ببینین، خطوط سبز مسیر حج پیامبر، ببینین خطوط سبز که آمدن برای حج. بعد خطوط بنفش یا بانجانی ببینین مسیر حج حضرت امیر. خب بعد خطوط نارنجی رنگ هم مسیر حرکت کاروان ها. این خطوط خب در واقع حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه آمدن از مدینه منوره آمدن به مکه، حجت الوداع آخرین حج را انجام دادن، برگشتن سخنان آخرشون را در مسجد ایراد کردن و از مردم از همه بخشش خواستن، از مردم شهادت گرفتن برای اینکه رسالت چه کاملا انجام دادن و اموالشان کاملا بخشیدن و خودشان بعد در سن 63 سالگی از دنیا رفتن و رحلت کردن. خب به سوالات درس میرسیم، دقت کنین. مکه در کدام سال فتح شد و علت آن چی بود؟ شما بگوین. بله در سال 8 هجری مکه فتح شد. دلیلش هم پیمان شکنی کفار بود که چند تن از قبیله بنی خزاعه را به قتل رسانده بودن. بسیار خوب بشینین. سوال بعدی را میخونم، دقت کنین. غزوه حنین چگونه به وقوع پیوست؟ یکم معلومات دهید. شما بله غزوه حنین چطور به وقوع پیوست؟ برای اطلاع پیدا کردن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از قبیله هوازن و آماده شدنشان در جنگ به سرکردگی مالک ابن عوف به کمک بنی ثقیف علت اصلی به وقوع پیوستن غزوه حنین بود و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با 12,000 سپاه حرکت کردند و در منطقه حنین با کمین هوازن برخورد کردند. گرچه در ابتدا ظاهراً نزدیک بود سپاه اسلام شکست بخوره، ولی بالاخره پیروز شدن و قبیله هوازن چنان فرار نمودن که حتی زنان و فرزندان اموالشان را هم در میدان جنگ رها کردن. سوال بعدی رو میخونم، دقت کنین، بشینین شما. سوال بعدی رو میخونم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کدام سال، ماه و روز رحلت نمودن؟ شما بگوین. بله در سال 11 هجری چاشت روز دوشنبه 12 ربیع الاول. آفرین، بشینید. خب به قسمت نمونه سوالات کنکور رسیدیم. دقت کنین، نمونه سوالات کنکور رو میخونم براتون. سوال اول از نمونه سوالات کنکور مربوط فرم میدان وردک است. غزوه تبوک به کدام سال به وقوع پیوست؟ گزینه ها را میبینیم.
گزینه 1 هفتم هجری، گزینه دوم هشتم هجری، گزینه 3 دهم هجری، گزینه 4 نهم هجری. کدام گزینه درست است از این 4 تا با هم سیل میکنیم؟ گزینه 4 درست است، نهم هجری. جواب صحیح سوال است. سوال بعدی از نمونه سوالای کنکور را میخونم، دقت کنین. مربوط فرم اول هرات است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سال چندم هجری به خاطر ادای حج راهی مکه گردید؟ گزینه ها را میبینیم با هم. گزینه اول سال هشتم هجری، گزینه دوم سال هفتم هجری، گزینه سوم سال دهم هجری، گزینه چهارم سال نهم هجری. کدام گزینه درست است با هم میبینیم. بله، جواب صحیح سوال گزینه سوم است، سال دهم هجری. سوال بعدی را میخونم از نمونه سوالای کنکور، دقت کنین. مربوط فرم اول جزجان است. در غزوه تبوک کدام مردم به جنگ حاضر نشدند؟ گزینه اول رومی ها، گزینه دوم بنی نظیر، گزینه سوم بنی قریظه، گزینه چهارم همه درست است. کدام گزینه درست است با هم میبینیم. گزینه اول رومی ها. اگر یادتان باشه گفتیم که ترسیدن و پراگنده شدن. سوال بعدی را میخونم از نمونه سوالای کنکور، دقت کنین. مربوط فرم دوم پروان است. در غزوه موته کدام شخص رهبری لشکر اسلام را به عهده داشت؟ گزینه ها را میبینیم با هم. گزینه اول حضرت حمزه رضی الله عنه، گزینه دوم حضرت زید ابن حارث رضی الله عنه، گزینه سوم حضرت علی کرم الله وجهه، گزینه چهارم حضرت عمر رضی الله عنه. کدام گزینه درست است؟ جواب صحیح سوال کدام است با هم میبینیم. گزینه دوم حضرت زید ابن حارث رضی الله عنه. خب سوال بعدی از نمونه سوالای کنکور مربوط فرم اول بغلان است. در کدام غزوه دشمن به جنگ حاضر نشد و لشکر اسلام دوباره به مدینه پیروزمندانه برگشت؟ گزینه ها را میبینیم. گزینه اول تبوک، گزینه دوم بدر، گزینه سوم حنین، گزینه چهارم احد. کدام گزینه درست است با هم میبینیم. گزینه اول جواب صحیح سوال است. رسیدیم به قسمت کار خانگیتان. دقت بکنین. درس را از روی کتاب با دقت تمام میخونین. راجع به حجت الوداع معلوماتتان بیان میکنین پیش خودتان و بعد خلاصه درس هم لکچر میدین. خب عزیزان خسته نباشین. تا جلسه بعد همتان به خدا مسپارم. به امان خدا. خداحافظ.